به حضور اصحاب قلم و رسانه و مخاطبان عزیز و ارجمند که در برنامه حضور دارند خیر مقدم میگم. یکی از شاعران پیشکسوت در حوزه غزل در جمع ما هستند. شاید اغراق نباشه بگیم که بسیاری از کسانی که با غزل مأنوسند غزل‌های محمد علی بهمنی را قطعاً در حافظه دارند. مادرم گفت که این قافله وا میماند، عنتری روزی از این شیخ جدا میماند. سید علی هیچ چنان میزنمت باد کنی، این خبر همراه تاریخ به جا میماند. منقل و سیخ در این شهر فراوان، اما زرت عظماست که هر بار به ما میماند. میرسیم آخر و افسانه وادادن ما همچو داغی به دل ریش آقا میماند. در نظرها چو خروسیم، ولی گاه خروش قدقد ماست که در گوش شما میماند. بروید ای همه تان پخمه که از شوطی ما شعر با لهجه من پرت و پلا میماند.